میخوام با استفاده از مباحث HTML، CSS و JavaScript بهتون یاد بدم که چطور یه آیکون منو یا همون منوی همبرگری رو درستش بکنید. پس تا انتهای این آموزش همراه هم باش. سلام، خسته نباشید. خدا قوت. موردی که قرار پیاده سازیش بکنیم این آیکون منو یا همون منوی همبرگری، منوی موبایلی هم میگن. زمانی که من کاربر کلیک میکنم به این صورت میشه و اگر مجدد کلیک بکنم به این صورت میشه. بیایم این مینی پروژه رو بررسیش کنیم و بعد شروع کنیم به پیاده سازی کردنش. توی حالت اول این سه تا خط به طور موازی زیر همدیگه با یک فاصله مشخصی اومدن قرار گرفتن و رنگ هر کدوم از این خطوط متفاوت هستش. زمانی که من کاربر روی این آیکون منو کلیک بکنم پس نتیجه میگیریم که روی صفحمون داره یک رویدادی صورت میگیره، یک اتفاقی صورت میگیره. اون اتفاق چیه؟ اون رویداد چیه؟ بله، رویداد کلیک هستش. زمانی که من کاربر روی این آیکون منو کلیک بکنم اون خط وسط محو میشه و اون دوتا خط بالا و پایینی که وجود دارن حول محور X و Y اومدن چرخیدن و تو راستای Y هم تو راستای محور Y هم جابجا شدن. یه فایل HTML و CSS رو از قبل ایجاد کردم و آدرسهی فایل CSS هم به صورت اکسترنال هستش. ساختار کلی سند HTML مون رو هم اومدم از قبل ایجاد کردم. حالا بیایم وارد این فضا بشیم و چارچوب کلی طرحمون رو با استفاده از تگ های HTML ایجاد بکنیم. ابتدا یه DIV ایجاد میکنم و یه کلاسی رو بهش اختصاص میدم. مثلا کانتینر باشه. تب رو میزنم، واردش میشم. 3 تا خط داریم دیگه، پس توی این قسمت 3 تا DIV رو ایجاد میکنم و کلاس بار رو بهش اختصاص میدم. این برای خط اول، مورد بعدی خط دوم و این هم خط سوم هستش. دارای یک سری استایل های مشترک هم ولی یک سری استایل های متفاوتی دارن، مثل رنگ بک‌گراندشون. برای این منظور یک کلاس جداگونه‌ای هم میام بهش اختصاص میدم. به مورد اول بار 1، مورد دوم بار 2 و مورد سوم بار 3 مد نظر هستش. بعد از اینکه ساختار طرحمون رو مشخص کردیم توی قدم بعدی وارد فایل style.css میشم و میام به عناصری که ایجاد کردم استایل میدم. ابتدا بیایم به DIV هایی که دارای کلاس بار هستن استایل بدیم. والدش رو توی این قسمت مشخص میکنم. عناصری که دارای کلاس بار هستن مد نظره. ابتدا یک رنگ بک‌گراندی رو براشون مشخص میکنم، میذارم روی رنگ مشکی باشه. وارد این قسمت میشم و یک عرض و ارتفاعی رو براش مشخص میکنم. مگه مستطیل نیست؟ پس توی این قسمت عرضش رو مثلا میذارم روی 35 پیکسل باشه و ارتفاعش رو به عنوان مثال میذارم روی 5 پیکسل باشه. توی این قسمت داره به همون نمایش میده. یه مارجین بالا و پایینی هم بهش اختصاص بدیم. ویژگی مارجین رو می نویسم، مثلا از بالا و پایین به اندازه 6 پیکسل بیان دور بشن. راست و چپ رو میذارم روی 0 باشه. میتونیم براش یک بوردر رادیوس هم مشخص بکنیم که یک کوچولو گوشه هاش رو گرد بکنیم. مثلا 3 پیکسل مورد مناسبی هستش. توی طرح اصلیمون هر کدوم از این بارها دارای رنگ بک‌گراند جداگونه‌ای هستش. پس میام سراغ این قسمت، همین مورد رو قرار میدم. بار 1 مد نظره. ویژگی بک‌گراند رو مینویسم، مثلا میذارم روی این رنگ باشه. بریم ببینیم به چه صورت شد. به این صورت شد. بار دوم رو هم مشخص بکنیم. به عنوان مثال میذارم روی این رنگ باشه و بار 3 رو هم مشخص بکنیم. توی این قسمت اینجا بار 2 و این هم بار 3 هستش و بار آخر رو هم مثلا میذارم روی همین رنگ باشه. ببینیم اعمال شد یا نه. خب اینجا یه بلو بهش میدم. مجدد نتیجه رو ببینیم. بله داره اعمال میشه. میذارم روی همین رنگ
قبلی باشه دیگه، کاملا دست خودتونه. یک کلاس جداگونه میام درست میکنم، مثلا اسمش رو میذارم روی چنج باشه. زمانی که این دیایوی من، این والد دارای کلاس چنج شد، خب این قسمت میام ایجاد میکنم و جلوتر پاکش میکنم. دارای کلاس چنج شد، بار یکی که وجود داره این اسلایل رو بگیره، مثلا به اندازه 45 درجه بیاد بچرخه. این بار دوم مخفی بشه و این بار سومی که وجود داره هم بیاد به اندازه 45 درجه بچرخه. فقط اون چرخش باید علامتش رو هم تغییر بدیم. این مورد منفی 45 درجه بشه، این مورد مثبت 45 درجه بشه. بریم که بررسی بکنیم. اینجا چنج رو فراخونیش میکنم و بعدش بار یک مد نظر هستش، کپی میکنم و اینجا قرارش میدم. همین مورد رو کپی میکنم، انتقالش میدم به این قسمت و اینم از این مورد بار دو مد نظره و اینم بار سه مد نظر هستش. مورد دومی گفتیم که با کلیک کردن میخوایم مخفی بشه دیگه. برای این منظور میام ویژگی اوپاسیتی رو مینویسم و مقدارش رو میذارم روی 0 باشه. دقت بکنید محو شد. چرا؟ چون که توی این قسمت اومدم کلاس چنج رو اختصاص دادم، گفتم دیایوی که دارای کلاس چنج هستش، بیا برو داخل اون دیایوی که دارای کلاس بار 2 هستش مد نظر اوپاسیتیش برابر با 0 بشه. و اما بار 1 میخوام تو راستای محور y جا به جا بشه و همچنین تو راستای محور x و y بیاد بچرخه. برای این منظور توی این قسمت بار 1 رو انتخاب میکنم، اینسپکت رو میزنم و توی این قسمت ویژگی ترانس فرم رو میام مینویسم. گفتیم که میخوایم جا به جا بشه و همچنین بیاد بچرخه. برای جابجایی ترنسلیت رو مینویسم. توی این قسمت تو راستای محور x نمیخوام جابجا بشه، ولی تو راستای محور y میخوام جابجا بشه. مثلا مقدارش رو میذارم روی 11 پیکسل باشه. حالا جلوتر لازم شد تغییر میدیم. مورد بعدی میخوام تو راستای محور x و y بیاد بچرخه. توی این قسمت مورد اول رو نمیخوام مثبت 45 درجه بشه، بلکه میخوام منفی 45 درجه بشه. برای منظور یه دونه منفی قبلش قرار میدم، میخوام به این صورت بشه. کلن این ویژگی که وجود داره رو کپی میکنم و اینجا قرارش میدم. برای بار 3 دقیقاً بالعکس این مورد میشه. به جای مثبت 11 پیکسل میذارم منفی 11 پیکسل باشه و به جای منفی 45 درجه میذارم روی مثبت 45 درجه باشه. بعد از اینکه حالت نهایی طرحمون رو مشخص کردیم، میخوام زمانی که کاربر روی این کانتینر اومد کلیک کرد، اگر کلاس چنج رو نداشت بیاد اضافه بکنه و اگر داشت بیاد حذف بکنه. این کار رو با استفاده از جاوا اسکریپت میام انجام میدم. وارد فضای مربوط به اسکریپتم میشم و توی این قسمت یک تابعی رو ایجاد میکنم. مثلا نام تابعم رو میذارم روی my funk باشه یا هر نام دیگه‌ای که خودتون در نظر دارید. آکولات، باز و بسته. کار این تابع چی هستش؟ کارش اینه که این کلاس چنج رو به این دیایویم اضافه و یا حذفش بکنه. حالا چه زمانی این تابع فراخونی بشه؟ زمانی که کاربر روی این کانتینر بیاد کلیک بکنه دیگه. پس به صورت این لاین رویداد آن کلیک رو می نویسم. میگه که آقا زمانی که کاربر روی این دیایوی که دارای کلاس کانتینر هست اومد کلیک کرد، چه کاری انجام بشه، چه تابعی فراخونی بشه؟ من میگم تابعی myFunk فراخونی بشه. توی این بخش از آرگومان دیز میام استفاده میکنم، از کلمه کلیدی دیز استفاده میکنم که داره اشاره میکنه به همین موردی که کاربر اومده کلیک کرده و بعدش مثلا پارامتری با نام x رو میفرستم یا هر نامی که مد نظرتونه. توی این بخش المنتمون مشخص شد که آقا این مورد هدفه. بعد از اینکه کارکن JS هم اینجا اومد قرار گرفت،
میگم که در تگ رو باز کن. این داتی که وجود داره حکم دستگیره در رو داره. این در تگ رو باز میکن. بعد از اینکه باز کرد میگیم شما بیا برو سراغ این اتریبیوت کلاس. برای اینکه کنار این اتریبیوت کلاس قرار بگیره باید از چه پراپرتی استفاده بکنم؟ بله، باید از پراپرتی کلاس لیست استفاده بکنم. لیست رو هم اینجا بنویسیم. الان دقیقاً اینجا اومده قرار گرفت. بعد از اینکه اینجا قرار گرفت گفتیم که شما بیا برو داخل بررسی بکن، ببین که کلاس چنج وجود داره یا نداره. اگر داشت حذفش بکن، اگر نداشت بیا اضافه بکن. برای منظور میام از متد تایل استفاده میکنم، پرانتز رو هم باز و بستش میکنم. اینجا میگه که چه کلاسی مد نظرته؟ من میگم این کلاس چنج. توی حالت اول نمیخوام کلاس چنج رو داشته باشه دیگه، برای منظور توی این قسمت براش ارسال میکنم. حالا بریم نتیجه رو ببینیم. این قسمت رو هم دقت بکنید. زمانی که من کاربر بیام کلیک بکنم مشاهده بکنید توی این قسمت اول نداشت، به محض اینکه کلیک کردم اومد بررسی کرد و کلاس چنج رو اضافه کرد. بهتره که با یک ترانزیشنی به همون نمایش بده. پس به حالت قبلش، یعنی این مورد، ویژگی ترانزیشن رو می نویسم و مثلا تو مدت 0.3 ثانیه باشه اون چرخش و جابجایی. ملاحظه بکنید الان به چه صورت میشه. کلیک میکنم، بله به این قشنگی داره به همون نمایش میده. اینم از این مینی پروژمون.